سلام دوستان، روزبه هستم با یه ویدیو جدید دیگه برای شما آقایون یا خانم هایی که به زودی یک مهمونی دارید یا اینکه مجلس عروسی دارید. فوق العاده است. خیلی از آقایون پیام میدن که ما صورتمون لک داره یا اینکه تیرگی زیر چشم‌ها رو داریم، اما رومون نمیشه از کسی بپرسیم. رو شدن نداره که شما میخواد به زیبایی و جنتلمن بودن خودتون اثر بخش خاصی رو بدید. خیلی راحت میتونید از این ترفندی که الان بهتون میگم استفاده کنید. یه چند جلسه پف زیر چشمتون، تیرگی های صورتتون، لکی اگر دارید، اگر شما در معرض آفتاب بودید یا اینکه شغلتون به شکلی هستش که زیر اشعه خورشید فعالیت دارید، ورزشتون اینطوری هستش که زیر نور آفتاب هستش، یعنی که یه سری خانم ها از یک سری قرص ها استفاده کردن که صورتشون لک شده. در حالت عادی بعضی از افراد کبد چرب دارن، یعنی که چربشون بالا هست، میبینن که زیر چشمشون یک حالت پفی داره. میتونید از این ماسک استفاده کنید. یا یک سری افرادی که صورتشون جوش داره، به زودی مجلس دارن، عروسی دارن، خانم‌های عروس، آقایان داماد، از این ماسک میتونید استفاده کنید، سریع اون اثر جوش رو از بین ببرید. همینجا این رو هم بهتون بگم که نکته اصلی این ماسک آخر ویدیو هست که براتون بگم که در نظر داشته باشید. خیلی راحته. یه سیب زمینی رو میاید رنده میکنید، رندی ریز، و در کنارش یه خیار رو هم با پوست رنده میکنید، مخلوط میکنید. اگر شما پوست چرب دارید میتونید از چند قطره آب لیمو رو بچکونید توی این ماسک استفاده کنید. اگر شما پوستتون خشک هست که میتونید از گلاب استفاده کنید توی این ماسک که اثر بخشی بیشتری داشته باشه. مثلا اگر شما میخواید امروز یا امشب برید مهمونی، این ماسک رو میتونید بردارید استفاده کنید برای پف زیر چشمتون، برای لکه صورتتون از بین ببرید. خانم هایی که میخوان آرایش نچرال داشته باشن میتونن از این ماسک استفاده کنن. توی کلینیک ها میتونن از این ماسک استفاده کنن بعد از لایه برداری، اسکین کیر کردنشون، که به پوست یک لطافت و آبرسانی فوق‌العاده‌ای رو بدن. چرا که سیب زمینی سرشار از ویتامین C و ویتامین E هست و همین باعث میشه که آنی جوش‌های صورت شما رو از بین ببره و در کل به خاطر همین ویتامین C آنتی اکسیدان فوق‌العاده زیادی داره و میتونید به خاطر سرشار بودن از آنتی اکسیدان پوست شفاف و شادابی رو داشته باشید. نکتهش اینجاست، بعد از اینکه این مواد رو با همدیگه میکس کردی، خیلی راحت میتونید توی قالب‌های ریز بریزی و توی فریزر بذاری، یا اینکه میتونید توی یک پلاستیک فریزر این ماسک رو بریزی و یه حالت تخت بهش بدی، بعد بذاریش توی فریزر. نکتهش اینه که توی فریزر باید بره و این ماسک یخ بزنه و وقتی که یخ زد میخوای استفاده کنی، اگر به صورت تخت بود میتونید اینا رو بشکنید، تیکه های کوچولو رو بردارید و استفاده کنید. کافیه در طول هفته 3 روز صبحها بعد از خواب استفاده کنید و بعد از 20 روز جواب این ماسک رو ببینید. خلاصش این که من خودم استفاده میکنم و اثر بخشی فوق‌العاده‌ای داره روی پوست شما. مرسی که تا اینجا با من بودید. حتما سابسکرایب کنید که ویدیوهای جدیدتری براتون داریم که ببینید و لذت ببرید. دوستتون دارم.